کشور همسایه من شما مردم فلسطین، چرا امروز خون مسلمان‌های فلسطین در امن نیست؟ چرا مال اونها در امن نیست؟ چرا ناموس اونها در امن نیست؟ چرا خانه اونها در امن نیست؟ چرا مدرسه اونها در امن نیست؟ چرا مکاتب اونها در امن نیست؟ به خاطر اینی که من شما قطع رابطه از مسلمان ها کرده ایم. امروز داعیان فلسطین با چشمان پر از اشک صدا میزند: ای دعوتگران افغانی، دعوتگران کشورهای عربی و عجمی، شما که دیروز صدای خود را بلند می کردید، دیروز حقوق بشر می گفتید، دیروز جهاد می گفتید، دیروز مسلمان می گفتید، امروز خون جوانان مسلمان در فلسطین می چکد. دختران مسلمان به حسارت گرفته می شود. طفلان یتیم اونها به شهادت می رسد. پس کجاست اون حقوق بشر؟ کجاست اون سازمان ملل؟ کجاست اون حامیان اسلام؟ کجاست اون دعوتگران اسلام که امروز بر علیه آنانی که با فلسطین ظلم می کند صدای خود را بلند کند؟ پس کجا هست؟ این را بدانید که یگانه چیزی را که ما از میان خود برداشتیم همانا حقوق مسلمان هست.